میگوییم با همه دوستداران و هواداران عالمی رنگین و زیبا و نتکراری کودکان. این شماره نوبتی برنامه انگوبین است که طریق تلویزیونی بهارستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار پیشکشی شما میگردانیم. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما را با هنر و مهارت بازی خردسالی بسیاری دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهر بالید روحی شماست دوستان عزیز. قهرمان برنامه امروزمون اسماعیل جان 6 ساله می باشد و خیلی خردسال است، ولی نوابسته به سن کوچک خود از دیگر همسالان خویش با کلی فرق میکند و برنامه مکتبی را نیز از خود نموده است. خوب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودک صاحب استعداد آشنایی پیدا کردن خواهید، پس جریان برنامه نوبتی انگوبین را همراه باشید. سلام اسماعیل جان، شما رو به برنامه ما خوش آمدید میگیم. سلام. می توانید خود را به تماشابینان تلویزیونی بهارستان با همه نفرانی که این زمان شما رو تماشا کرده ایستادند معرفی کنید. بله. مرحمت. من اسماعیل 6 ساله از نوع شام منصور شهر دوشنبه. خیلی خوب. اسماعیل جان، می توانید با ما گویید که شما در اویله چند نفرید؟ 8 نفر. خوب از این اویلتان رو برای ما نمبر کنید. بیبیم، بابایم، پدرم، مادرم و اپم و یک اپای دیگرم و خودم دادرم. خیلی خوب. خب درباره کدامی از اعضایان اویلتان شعر میدونید؟ درباره مادر، پدر، بیبی، بابا. خوب بیاید از مادر آغاز کنیم. درباره مادر شعر گوید. ای مادری من یگانه ای من، بی تو غزل و ترانه ای من، به چهره مثل محمونی رم، نوری نبود به خانه ای من. مادر که توی عزیز جانم، با پندی نکوهی تو روانم، از آنکه تو آینه دادی، هرگز به میانی ره نمانم. من درباره مادر باز 2 شعر دیگر میدونم. یعنی شما درباره مادر 2 شعر دیگر هم میدونید؟ بله. خب مرحمت خوانید. خوش روز مادرم، دلسوز مادرم، گنج یگانه‌ام، خورشید خاورم، فرزندی تو کلان، فرزندی تو بزرگ، مانند زندگی عمر تو جاویدان، فرد ندیده ام مثل تو خاکسار، مرد ندیده ام مثل تو بردبار. خوش روز مادرم، دلسوز مادرم، نامی بلند تو تا کهکشان برم. تشکر زیاد. خوب مرحمت شعر نوبتیتان رو خوانید. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت، شبها سر قرار من بیدار نشست و خفتن آموخت، لبخند نهاد بر لبی من، بر غنچه گوش گفتن آموخت، دستم بگرفت و پا به پا بود، تا شیوه راه رفتن آموخت. پس یک حرف و 2 حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت، دستم بگرفت و پا به پا بود، تا شیوه راه رفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست، تو هستم و هست دارمش دوست. تشکر زیاد. خب اکنون این نوبت درباره پدر شعر خوانید. چی محبوبی چی جانانی پدر جان، گلی عشقی دلی جانی پدر جان، بر چشمی من زی هر چیزی که گویند، چی خوب از این به از آنی پدر جان. تشکر زیاد. خب شما گفتید که درباره بابا و بیبی هم شعر میدونید ها؟ بله. مرحمت اول درباره بابا و بعد درباره بیبی شعر خوانید. نامی بابام سفر از خودی، بابام استا است، در پنجه او هنر مثلش نیابی دیگر. تشکر زیاد. درباره بیبی؟
بیبی جانم میآید دیل و جانم میآید اسرای دور میآید بزرگ میآید بیبی میآید ما خورسند ریسه‌هایش پور قند رفته کرپچه آرم بیبی جانش نونم. تشکر زیاد. خب میگفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور. خیلی خوب، یعنی پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه است و شما در ناحیه شاه منصور زندگی میکنید ها؟ آفرین. درباره شهر دوشنبه، جمهوری تاجیکستان و یا عموما وطن یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. وطن شکشتی من بقا و سر نوشتی من زمین زردویشتی من بیهشتی من محبتی تو رنگ شکفته روی سنگی تو 100,000 آرزو 100,000 رنگی تو دیار شعر و یاسمن نوای تو نویدی من زی چشم اولی خدا رسیده به من وطن شوشتی من. تاجیکستانی زیجان شیرین ترم تاجیکستانی جوان و دلبرم مثل طفل دوست می‌دارم تو را از تو آید بوی شیرین مادرم دوست دارم حلق و گلدستی تو را چشمه ها و باغ پرشستی تو را دوست دارم هر نیالی سبزی تو هم بدخشان هم زرفشانی تو را. تشکر زیاد. درباره شهر دوشنبه هم شعر می‌دونم. مرحمت. شهر دوشنبه شهر نمویم چون گل تو از من از تو رویم شهر دوشنبه نازی بهارم صبحی صفایت آینه دارم شهر دوشنبه دنیای من تو در سینه کوه دریای من تو. تشکر زیاد. احسن با شما. مدام که سخن درباره وطن، درباره جمهوری تاجیکستان می رود، شما مقدسات آن را نامبر کرده می توانید؟ بله. پرچم، نشان، سرود ملی. خیلی خوب. پرچم ما از چند رنگ عبارت است؟ 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. آفرین. درباره پرچم دولتی یگان شعر می دونید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر در روی آن شکفته گلهای 7 اختر سرخی بود نشانه از عزم جان نثاری رنگ سفید رمز است استقبال بختیاری در رنگ سبز درج است سرسبزی های کشور باید که سبز باشد این خاک ما سراسر تاجش بود گواه از آب خاکی بنیاد این تاج خسروانی به تاجیکان خدا داد. اسماعیل جان، سرود ملی را کی نوشته است؟ گلنظر کلدی آهنگ سلیمان رودکوف. خیلی خوب. می توانید یک پارچه آن رو برای ما خوانید؟ دیاغی ارج جمندی ما به بختی ما سری عزیزی تو بلند باد سعادتی تو دولتی تو بیگزند باد زیدوری زمانه ها رسیده به زیر پرچمی تو صف کشیده زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. تشکر زیاد. خوب، اکنون قهرمان های جمهوری تاجیکستان را نامبر کرده می توانید؟ بله. ما چند قهرمان داریم؟ 6. خوب، مرحمت آنها را نامبر کنید. صدرالدین عینی، بابا جان غفار، شیرین‌شاه شاه تیمور، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، نصرت الله مخزوم. خیلی خوب. امام علی رحمان کیست؟ اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، محترم امام علی رحمان. خیلی خوب. در وصف پیشوای ملت امان یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. امام علی رحمان سرور تاجیکستان عزیز هر خاندان دوستدار پیر و جوان گوریز وطن آور آبادی مهن آور هر یک احیاگری را بهر هم وطن آور صلح و وحدت یگانگی به میلت تو شد زی مایلت گشتیم به قدر و قیمت
هر باغچه‌ای دبستان باز از در شادان وارث دلفروی ماست به فردای درخشان چون یکی راحتان است همه هم راحتان است گوید جهان به مایان ارزنده شاهتان است ما نسل این دوران ابن رحمان باز هم درخشان کنیم فردای تاجیکستان. تشکر زیاد هستم با شما. خب چنانه که به همه ما معلوم است در قطار پیشوای ملتمان در قطار قهرمان‌های تاجیکستان هستند نفرانی که شاعران و نویسندگان میباشند و آنها شعر، غزل و حتی کتاب و داستان‌های ایجاد نموده خود را دارند. شما از ایجادات یگان تا آنها شعر میدانید؟ بله. مرحمت. تا توانی دوستان را گم نکن دوستانی مهربان را گم نکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلاتان گم کسان را گم نکن دوست آید گرم در آغوش گیر رسم خوبی تاجیکان را گم نکن. آفرین. یگان شعر دیگر هم باز میدانید؟ بله. از کی؟ از میرزا سوزاده. خب مرحمت. بهار آمد صدای بلبل آمد نسیمی فورم و بوی گل آمد لباسی سبز را صحرا به برکت کلاهی سبسفید آلو به سر کرد پس از باریدن باران نیسان چیزی باید دشت و کوهساران بهار آمد چمن گلپوش آمد دلی ما بچگان در دوش آمد دویدیم و به سوی باغ رفتیم همه مانندی گل بالیده گفتیم درختی نو به باغ نو شناندیم درختی سیب و زردالو رساندیم. تماشاچیان عزیز خاطررسان میشویم که شما این زمان برنامه انگوبین را طریق تلویزیون بهارستان از مرکز دلخوشی کودکان ماداگاسکار تماشا کرده ایستادید و قهرمان برنامه امروزه ما اسماعیل جان میباشند و ما صحبت خود را با اسماعیل جان ادامه خواهیم داد. اسماعیل جان، یک سال از چند فصل عبارت است؟ یک سال از 4 فصل عبارت است. خوب فصل‌های سال را نمبر کرده میتوانید؟ بله. مرحمت. تابستان، بهار، تیر ماه و زمستان. خیلی خوب. در فصل تابستان هوا چگونه می شود؟ در فصل زمستان چی؟ خنک. خیلی خوب. در کدام فصل برگ‌های درختان می غلطند؟ در فصل تیر ماه. در فصل بهار چگونه می شود طبیعت؟ سرسبز می شوند. خیلی خوب. درباره فصل‌های سال شعر می دارید؟ بله. مرحمت. سراول درباره فصل تابستان یک شعر گوید. تابستان ای تابستان چی میتی به مایان من ناک و انارتیم میوه بسیارتیم سیر و سیاحتیم دنیای راحتیم. خوب. درباره بهار شبیک شبیک باران شد موسم بهاران شد همه جا گلستان شد وقتی کاری دهقان شد. خیلی خوب. درباره فصل زمستان زمستان از زمستان چی میدی به مایان من برف ریزان تیم زیبی تویستان تیم. خیلی خوب. درباره فصل تیر ماه تیرمای زرین مو تیرمای زرین رو گویم تو باکی مانند به عروسک شوی انار دانه دانه دل افروز و دلانه خربوزه ها و شیرین سیبک سرخ خانه رنگ به رنگ انگور مرو دیناک خوک قاق مویز بادم به هم سازی منظور تیرمای زرکاکل نباشی که بگل از همه فصل سال به من تو هستی محقوق. آفرین. خب به شما بیشتر کدام فصل سال پسند است؟ فصل تیر ماه. فصل تیر ماه. احسن. خب حیوان ها رو چی نمبر کرده میتوانید؟ حیوان های وحشی و خانگی را. بله. خب حیوان های خانگی کدام های هستند؟ سگ، گربه. باز چی؟ گاو.
اسب، بز. درباره یگان حیوان خانگی شعر میدونید؟ بله. گربه کرد میاو میاو، وقت دید آشی پلو، گوشت آن را یک باره گرفت و رفت دو به دو. خیلی خوب. میتوانید حیوانهای وحشی رو برای من نام کنید؟ بله. مرحمت. شیر، پلنگ، خرس، روباه، گرگ، مار، میمون و جیگه. خب درباره کدام از این حیوانهای نامور نموده‌تان شعر میدونید؟ پلنگ درباره پلنگ و شیر. و شیر. خیلی خوب. مرحمت. کنی درباره شیر خوانید؟ شیر شهی جانوران گفت به خود یک زمان، زودتر از من کسی هست مگر در جهان. مورچه به گوشش خزید، سخت از آنجا گزید، نعره شیری ژیان تا به ثریا رسید. خیلی خوب. درباره پلنگ؟ پلنگ خیلی جسور است، دلاور و غیور است، در جنگ و در دویدن از همه حیوان زور است. درباره قورباغه شعر میدونید؟ مرحمت. قورباغه دارد قرقر آمده از راه دور، اینجا گرفته خانه نمیپشه دهانه، ما از دست این مهمان میکشیم از خانه ما. آفرین. باز درباره یگان حیوان دیگر هم شعر میدونید؟ روباه. مرحمت. روباهی بدی مکار، حیله‌گر و بدرفتار، آگاه باشه مرغان تو را نسازد شکار. آفرین. خب باز درباره چی شعر میدونید؟ پرنده ها رو نامبر کرده میتوانید؟ پرنده، مرحمت. زاغ، عقاب، کفتر، چونچور. خب درباره پرنده ها چی شعر میدونید؟ بله. مرحمت. عقابی بلند پرواز، پنجه های سختش باز، از یک لحظه از زمین سر دیگر گیرد باز. آفرین. چون که به ما معلوم گشت شما با زبان تاجیکی شعرهای زیاد میدونید ها؟ با زبانهای دیگر چی شعر گفته میتوانید؟ بله. با کدام زبان؟ روسی. مرحمت. گوسی گوسی گا 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 یس خطیتی دا دا دا، نولی تیتی نه 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 سری ول پدگرار نیپسکایی نستموی. آفرین. اکنون بیایید یک بازی میکنیم ها. در چونانی که دیده ایستادید در روی میزی ما حرف ها و رقم ها گذاشته شدند. اگر من با شما یگان حرف را نامبر کنم شما آن را گفته میتوانید؟ بله. انا این کدام حرف است؟ کنی با حرف ا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. انار شیرین 100 دانه دارد، 100 دانه آن یک خونه دارد. انا این کدام حرف است؟ ب. خوب با حرف ب شعر میدونید؟ بابه برادر آید، بابه برابر آید، بابای بیبی گفته بر اونا به خونه آید. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ و. و. خوب با حرف و شعر میدونید؟ بله. مرحمت. وطن شیرشتی من، بقا و سر نوشتی من، زمینی زرد و هشتی من، بهشتی من بهشتی من. آفرین. انا این کدام حرف است؟ گ. خوب با حرف گ شعر گید. گربه کرد میاو میاو، وقت دید آشی پلو، گوشت آن را یک باره گرفت و رفت دو به دو. آفرین. انا این کدام حرف است؟ غ. خوب مرحمت با حرف غ شعر گید. غبار خانه گیرد مرجانه، تنبل نگوید او را دوگانه. بهترین است. خوب انا این کدام حرف است؟ د. مرحمت با حرف د شعر گید. دخترم که نیاز گفت به من و سرگونیاز، دندان شوید ارپگاه پیش از خوابی ناز، دندانهاتان چون صدف مانند یکم ریز دراز. انا این کدام حرف است؟ یه. با حرف یه شعر میدونید؟ بله. مرحمت. ینات عجب حیوان است، همیشه او چقان است، تا باور و با قوت در برف در باران. به نهایت خوب. حرفی نوبتی رو میبینیم. انا این کدام حرف است؟ یا. خوب با حرف یا شعر میدونید؟ بله. مرحمت. یاری رسان بر مادر، ای نازنین دختر، دعا کند برایت در وقت شام و سحر. بهترین. انا این کدام حرف باشد؟ ژ. حرف ژ. خیلی خوب. با حرف ژ شعر میدونید؟
ژورنالیست اکای من ژورنالیست اپای من همیشه هم ژورنالیست زیرا از من قوی آفرین. انا این کدام حرف است؟ این ز خب با حرف ز شعر گو. زاغی سیاه نشسته به شاخ درختی ما و او گفتم اندک ایست بیارم نان حولا و فکرم رحمت گفته پریده رفت بر هوا. احسن. انا این کدام حرف است؟ حرفی ای مرحمت با حرف ای شعر گو. علم بگیر دخترم تا که شوی محترم، علم نگیری اگر میشوی در بیسرم. من در باره ای یک شعر دیگر مرحمت. ای اسکنه اسباب خوب باشد چیزی در کاری و استا هم امان هر روز میتید دستیاری. به نهایت خوب. انا این کدام حرف است؟ ای زده ای زده. با حرف ای زده شعر میدونید؟ نه نه هیچ گپ نه. انا این کدام حرف است؟ یه ها. خیلی خوب. انا این چی؟ که حرفی که. با حرفی که شعر میدونید؟ بله مرحمت. کتابی پرپند باشد گوارا روشن نماید دلهای ما را. آفرین. حرفی نوبتی رو میبینیم. انا این کدام حرف است؟ که حرفی که. با حرف که شعر میدونید؟ بله مرحمت. قورباغه دارد قوقور آمده از راه دور اینجا گرفته خانه نمیپوشد دهانه ما از دست این مهمان میکشیم از خانه ما. احسن. انا این کدام حرف است؟ له با حرفی ل شعر میدونید؟ بله مرحمت. لاله روید هر بهار در ره و دشت و کوهسار این موسیقی زیبا را ما بچه های انتظار. به نهایت خوب. انا این کدام حرف باشد؟ این مه حرفی م. با حرفی م شعر میدونید؟ بله معلمی مهربان مهرتان در دل و جان لفظ شیرین ای روان ما از شما آموختیم حفظ خاک وطن را و وی صادق بودن را وصف باغ و چمن را ما از شما آموختیم. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ نه حرفی نه. با حرفی نه شعر میدونید؟ بله مرحمت. نان رزه افتد آید ملاله این را گرفته بردیده مالم. خیلی خوب. انا این کدام حرف باشد؟ آ حرفی او. با حرفی او شعر میدونید؟ بله مرحمت. آرو به امری خدا می پرد به هر کجا سرسری گلها شیند حاصل آنها چیند در خانه با رفیقان اثر سازد به مایان. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ پ با حرفی پ شعر گوید. پلنگ خیلی جسور است دلاور و غیور است در جنگ و در دویدن از همه حیوان زور است. آفرین. انا این کدام حرف است؟ این ر با حرفی ر کنی شعر گوید. روباهی بدی مکار هیلگر و بدرفتار آگاه باش ای مقرب جان تو را نسازد چیکار. خیلی خوب. انا این چی؟ سه مرحمت. با حرفی سه شعر سوزنک گوید. را خدا جان به پیش من بیرسم و بالایش نشینم همه جا را ببینم. او شما در بالای سوزنک اشته میتوانید؟ شما میگویید که در بالایش نشینم کو؟ وای شعر است. شعر است. خیلی خوب. انا این بلازه چی باشد؟ این کدام حرف است؟ ته در حرفی ت چی تصویر یافته است؟ تربوز تربوز. شما تربوز را دوست می‌دارید؟ بله کنی با حرفی ت شعر گوید. تار تنک تار میتند فصل بهار میتند تابستان هم سرکار است از زمستان بیزار است. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ او مرحمت. با حرفی او شعر گوید. عقابی بلند پرواز پنجه های سختش باز از یک لحظه از زمین سعی دیگر گیرد باز. انا این کدام حرف است؟ او چگونه او؟ اوی دراز. خیلی خوب. با حرفی اوی در روز یکون شعر میدونید؟ هیچ گپ نه. انا این چی؟ ف مرحمت. با حرفی ف شعر گوید. فیل
آزار ندارد و کس کار ندارد و این همه بزرگی دل آزاری ندارد. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ خ. با حرف خ کنی زودک شرگل. خرگوشی سفید مامه دواتر بالا علیجان و ولیجان از پسی او دودوان نگاه او آگوم کردن هر دو گردیدن لیگان. خیلی خوب. انا این کدام حرف باشد؟ ه. با حرف ه شما شعر میدونید؟ بله. مرحمت. حولی بابام بابی تماشا با من پیسن شد شرشوی دیگان. انا این چی باشد؟ چه؟ حرفی چه ها؟ با حرفی چه شعر میدونید؟ بله. مرحمت. جوجه مرغی مهراب پرید رفتی در آب مهراب از پسش دوید بیرون کشید با اشتاب جوجه یکی بیچاره پس از اون برون نتاب. بیچاره چوجه ها؟ انا این کدام حرف باشد؟ ج. ج کنی با حرف ج شعر گه. جایگاه برآمد سیگار حملم نموده به مار مارزی ترشش خزید تا لبی دیرا رسید جایگاه زی قهر و غضب از پس او می دوید. به نهایت خوب. انا این کدام حرف باشد؟ ش. حرفی ش کنی با حرفی ش شعر گوید. شعر شهی جانوران گفت به خود یک زمان زودتر از من کسی هست مگر در جهان مورچه به گوشش خزید سخت از آنجا گزید نعره شعر ژیان تا به ثریا رسید. آفرین. انا این کدام حرف است؟ علامت سکته. علامت سکته. با علامت سکته شعر میدونید؟ بله. مرحمت. علامت سکته در اول نمی آید مثل سمع و سعدی نوشته ها می بوید. انا این کدام حرف است؟ امام علی رحمان سرور تاجیکستان 100 سال زنده باشد برای ما بچگان. آفرین. انا دو حرف دیگر موند. این کدام حرف ها باشند؟ یو یا. یو و یا. کنی درباره حرف یو و یا شعر گوید. یورمان بیند گندم را می جنباند ادوم را به به گویان می خورد نصیبه ای مردم را به دستی دهقان افتد می بیند روزشون را. آفرین. تماشابینان عزیز چنانی که خودی شما شاهد گشتید اسماعیل جان توانست همه حرف ها را خوب نامبر کند و با هر یکی آنها شعر گوید و این لحظه بیاید یک جای میبینیم که آیا او از عهده نامبر نمودن رقم ها و جمع و طرح آنها می برآمده باشد یا که نه. خب اسماعیل جان شما جمع و طرح کرده میتوانید؟ بله. رقم ها را چی میشناسید؟ بله. خیلی خوب. کنی از اینجا به من رقمی 3 رو یابید. رقمی 3. اکنون با تماشا بینه نشان دید. آفرین. انا اکنون رقمی 10 رو نشان دید. و تماشا بینان هم نشان دید. آفرین. رقمی 5 در کجا باشد؟ به نهایت خوب. رقمی 1 چه؟ آفرین. کنی با من رقمی 8 رو نشان دهید. اکنون با تماشا بینان هم نشان دهید. رقمی 4 در کجا باشد؟ به نهایت خوب. آفرین. انا اکنون رقمی 9 رو نشان دهید. خیلی خوب. کنی با من رقمی 7 رو نشان دهید. آفرین. بعد تماشا بینان هم.
یک رقمی دیگرمان این کدام رقم باشد؟ این کدام رقم است؟ 2. رقمی 2. تماشابینان عزیز، چنانی که خود شما شاهد گشته شدید، او توانست همه رقم ها را به ما خوب نشان دهد و می گفتید که شما تلویزیون باهوریستان را تماشا میکنید؟ بله. در تلویزیون باهوریستان چی را تماشا میکنید شما؟ فیلم های تصویری، برنامه ها؟ فیلم های تصویری. خب می توانید فیلم های تصویری پسندیدتان را برای ما نامبر کنید؟ بله. مرحمت. فردیناند ابلاچاتا، مونیا مکوین، ماشای میدوید. خیلی خوب، یعنی آن همین فیلم های تصویری رو شما دوست می‌دارید ها؟ بله. اصلا با شما می توانید گویید که در آینده کی شدن می‌خواهید؟ بانکیر. یعنی در بانک کار کردن می‌خواهید ها؟ بله. آفرین. خب در آخر برنامه چی گفتن می‌خواهید؟ در آخر میخواهم یک شعر صلح را خونم. مرحمت. صلح بهار است، بهار آورد، رونق شادی و برار آورد. صلح شکرخندی لبی کودکان، صلح هماهنگی دل مادران. آفرین. تماشابینان عزیز، در همین جا میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینان کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خرسافت و صاحب استعداد با مانند اسماعیل جان و دیگر قهرمانان برنامه‌مان بس زیادند و اگر فرزند شما شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خردسالی خویش یگان اثر را مطالعه نموده است و او هنر و مهارت مخصوص دارد و سن او تا 7 ساله است، پس برنامه انگوبین معرفی‌کاری استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه، کوچه شهر 31، تلویزیون باهوریستان. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.